خلخالی میخواست همون شب 25 نفر رو اعدام کنه، اما یزدی پیش خمینی رفت و چانه زد و فقط 4 نفر اعدام شدند. حدود ساعت 10:30 شب بود که گفتند دارن 4 اعدامی رو به بالا میبرند. اون شب هوا به شدت سرد و برفی بود. اصلاً حال غریبی بود. وضعیت هر کدوم از اونها متفاوت بود. مرحوم ناجی خیلی خودش رو باخته بود و اشک هم میریخت. نصیری به خاطر اینکه تو بازداشتگاه خواسته بودند اون رو دار بزنند و تناب پاره شده بود، گردنش زخمی و صداش گرفته بود و به سختی شنیده میشد. سر و صورتش هم به خاطر مشت‌هایی که بهش زده بودند زخمی بود و مرتب میگفت یا علی. رحیمی بسیار استوار و قدرتمند ایستاد و چندین بار جاوید شاه و پاینده ایران گفت و تیرباران شد. اما خسروداد از همه دلاورتر بود. تحریشی هم در آورده بود. اون اجازه نداد که چشمش رو ببندند. حوالی ساعت 4 صبح بود که آقای خمینی رو بالا آوردند. آقای خمینی یک نگاه و لبخند پر رضایت زد و گفت الحمدلله به جهنم واصل شدند. بروید نماز شکر به جا بیاورید. بعد هم پایین رفت و یک عده هم پشت سرش ایستادند و نماز خوندند. من هم به روزنامه رفتم و خبر رو در حد امکان اون روزها نوشتم و با عکس هایی که عکاس روزنامه از اعدام و بعد از جنازه ها تو پزشک قانونی گرفته بود منتشر کردیم. ابراهیم یزدی هم تو بخشی از خاطراتش در مورد اون شب اینطور میگه: وقتی من رسیدم خلخالی و تیمش مشغول گفتگو برای نوشتن ادعانامه علیه اعدام شدگان بودند. من بسیار عصبانی شدم و بر سر آنها فریاد زدم که شما چه دینی دارید؟ اول میکشید بعد میخواهید کیفرخواست بنویسید. حتی خود صادق خلخالی هم تو کتاب خاطراتش درباره این 4 اعدام اینطور نوشته: در آن شب من تعداد 26 تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالتها فقط دستور اعدام 4 نفر یاد شده را صادر کردم. البته من با خوردن خون دل سرانجام توانستم 25 نفرشان را به تدریج اعدام کنم. مدت کمی بعد از اون شب بازداشتی ها از مدرسه به زندان قصر منتقل شدند و از اون به بعد محاکمه و اعدام ها تو زندان صورت گرفت. خلخالی تو زندان قصر افراد زیادی رو به سرعت محاکمه و اعدام کرد که از مهمترین اونها میشه به امیر عباس هویدا نخست وزیر دوره پهلوی اشاره کرد. روز 18 فروردین 1358 خلخالی با 13 مأمور محافظ و فدایی خودش وارد زندان قصر شد و تلفن‌های زندان رو قطع کرد تا از اعمال نفوذها جلوگیری کنه و بعد با محاکمه‌ای کوتاه امیر عباس هویدا رو محکوم به اعدام کرد. خلخالی حدود 18 نفر از افراد بلندپایه کشوری مثل خانوم فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش و اولین وزیر زن ایران رو محاکمه و اعدام کرد. اون همچنین حکم اعدام 91 نفر از مقامات عالی رتبه ارتش همچون سپهبد نادر جهانبانی رو صادر کرد. از چهره‌های اقتصادی و کارآفرینان بزرگی که خلخالی اونها رو محاکمه و اعدام کرد میشه به رحیم علی خرم و حبیب الله القانیان که فردی خیر و نخستین بنیانگذار شرکت‌های پلاستیک سازی پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم تو ایران بود اشاره کرد. از دیگر افراد معروفی که گرفتار حکم‌های اعدام خلخالی شدند میشه به اشرف چهارچشم و پری بلنده از خانم رئیس‌های شهر نو و مهدی بلیغ بزرگترین کلاهبردار شناخته شده ایران اشاره کرد. همچنین سید جواد ذبیحی که مؤذن، مداح و مناجات خوان دعاهای مذهبی تو رادیو بود به دلیل اینکه در پایان برنامه‌هاش برای سلامتی شاه دعا می‌کرد توسط نیروهای مذهبی انقلابی روبوده و تو بیابون‌های اطراف تهران به طرز فجیعی تکه تکه شد که بعدها صادق خلخالی تو کتاب خاطراتش نام سید جواد ذبیحی رو در فهرست کسانی قرار داد که حکم اعدامشون رو صادر کرده بود. تو دادگاه‌های انقلابی خلخالی هیچ کس حق داشتن وکیل رو نداشت. اون اعلام کرده بود فقط به کسانی اجازه داده می شود وکیل داشته باشند که لال باشند. یا حتی وقتی از اون سوال شده بود که شاید فرد اعدامی گناهی نداشته باشه، خلخالی تو جواب گفته بود اگر اعدامی گناهکار باشه که به سزای عملش رسیده و به جهنم میره، اگر هم گناهکار نباشه خب در این صورت به بهشت میره. 1 ماه بعد اعتراضاتی تو کردستان، گنبد کاووس و خوزستان شکل گرفت.
و خلخالی به عنوان حاکم شهر راهی کردستان شد تا به قول خودش با ضد انقلاب ها برخورد کنه. اون 11 نفر رو تو شهر پاوه در 28 مرداد 1358 و 20 نفر رو در شهر سقز تو 6 شهریور همون سال محاکمه و اعدام صحرایی کرد. اما با اعتراض دولت موقت خلخالی کردستان رو ترک کرد و از اونجا برای سرکوب ناآرامی ها راهی گنبد کاووس شد و در اونجا هم حکم اعدام 94 نفر رو صادر کرد. که در کردستان جزء فعالین بودن، به هر حال اونها هم زمانی مخالف رژیم شاه بودن، ولی حالا به هر حال مشکلاتی با رژیم اسلامی داشتن. تجزیه کردستان را می‌خواستن. ما مدارک زیادی داریم از اینا. کاغذایی داریم، امضای دست جمعی، امضای فردی بوده که اینا می‌خواستن در کردستان تجزیه بشه، کردستان بشه یک کشور مستقل. و ما نمی‌تونستیم زیر بار این بریم. شما در مورد کردستان هم اجازه آیت الله خمینی رو داشتی؟ بله، دستور آقا بود. دستور جداگانه یا مثل همون دستور؟ دستور جداگانه، از رادیو خوندن که شما رو مأمور کردن به این کردستان. بله دیگه، گفتن شما حرکت کنید. رادیو قطع کرد برنامه خودش رو، چون اینا ریخته بودن پاوه رو اشغال کرده بودن. امام ناراحت بود، امام من گفت برو قائله رو حل کن. ما پاشتیم رفتیم قائله رو حل کرد. اعدام‌های صادق خلخالی فقط به داخل کشور ختم نمی‌شد و اون گاهی حکم اعدام غیابی افرادی که خارج از کشور بودند رو هم صادر می‌کرد و مدتی بعد اون اشخاص توسط افراد ناشناسی ترور می‌شدند. از جمله این افراد میشه به افسر نیروی دریایی شهریار شفیق، خواهرزاده محمد رضا شاه و فرزند اشرف پهلوی که در پاریس ترور شد و یا رئیس تیم بازجویی ساواک منوچهر وظیفه خواه که سال 1359 تو ایستگاه پلیس لندن به قتل رسید اشاره کرد. خلخالی بعد از سفر محمد رضا شاه به مکزیک هم اعلام کرد که گروهی از اعضای فداییان اسلام رو برای ترور اون اعزام کرده و همچنین گفت با ایلیچ رامیرز سانچز، تروریست معروف آمریکای جنوبی، برای ترور شاه هماهنگی هایی رو صورت داده. اون حتی مبلغ $140,000 جایزه هم برای قتل شاه در نظر گرفته بود. در زمانی که خلخالی حاکم شهر بود، تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد طی بازجویی به منظور گرفتن اعتراف از طرف اون مجاز اعلام شده بود. خلخالی همچنین برای زنان محکوم پیش از اعدام صیغه اجباری با پاسدارها به منظور تجاوز جنسی بدون گناه در نظر گرفته بود و در این مورد گاهی حتی باردار بودن زن زندانی هم اهمیتی نداشت. خلخالی علاوه بر این رفتارها علاقه زیادی به باورهای ضد ملی و تخریب آثار باستانی داشت. تو اردیبهشت سال 1359 با وجود مخالفت جبهه ملی و دولت بنی صدر، آرامگاه رضا شاه به دستور اون توسط نیروهای سپاه و حدود 200 نفر به کلی ویران شد که البته این اقدام توسط روح الله خمینی مورد تایید قرار گرفت. همچنین خلخالی سعی در تخریب آرامگاه فردوسی و تخت جمشید داشت، اما این بار با مقاومت مردم مرودشت و پرسنل تخت جمشید و مخالفت افرادی همچون پرویز ورجاوند، وزیر فرهنگ وقت، نصرالله امینی، استاندار فارس، شهریار عدل، باستانشناس و سید محمود طالقانی تو انجام این کار ناکام بود. خلخالی انجیل، کتاب مقدس مسیحیان رو کتابی مهمل و با دروغ‌های شرم‌آور میدونه